به گفته او هر انسانی روزی به دنیا می آید و یک سری کارهای معمولی مثل مدرسه رفتن و ازدواج کردن را انجام می دهد. مهم نقشی است که از آدمی بر جای می ماند و در مورد فروغ فرخزاد این نقش بسیار گیراست. فروغ فرصت چندانی برای زندگی نداشت و گویی این را خود او از هر کسی بهتر می دانست. برای همین هم در دوران عمر کوتاه خود لحظه از تجربه کردن باز نماند. فروغ در دی‌ماه 1313 در امیریه تهران متولد شد. در کودکی خانواده او به نوشهر رفتند و او در دامان طبیعت زیبایی‌های دلانگیز آن را برای سالهای آینده خود ذخیره کرد. بعدها فروغ از این روزها چنین یاد کرد: آن روزها رفتند، آن روزهای خوب، آن روزهای سالم سرشار، آن آسمانهای پر از پولک، آن شاخساران پر از گیلاس، آن خانه‌های تکیه داده در حفاظ سبز پیچک‌ها به یکدیگر، آن بام‌های بادبدک‌های بازیگوش، آن کوچه‌های گیج از عطر عقاقی‌ها، آن روزها رفتند. در 16 سالگی پیش از آنکه سن نوجوانی را پشت سر بگذارد ازدواج کرد و با شوهرش به اهواز رفت. این عشق و ازدواج به خاطر نیاز فروغ به محبت و مهربانی بود. زندگی مشترک او بسیار کوتاه مدت بود و به دلیل اختلافاتی که با همسرش پیدا کرد به زودی به متارکه انجامید. قانون فرزندش را از او گرفت، حتی حق دیدنش را، و او تا آخر عمر از دیدن تنها فرزندش محروم ماند و بیش از پیش به دامان شعر افتاد. شعرهای اولیه فروغ فریاد اعتراض زنی است که علیه همه چیز و همه کس عصیان کرده است. اشعاری که به دلیل برخی گستاخی‌ها و سنت شکنی‌ها مورد نقد و سرزنش ادبا قرار گرفت. فروغ در تابستان سال 1335 برای گریز از هیاهو و زندگی بسته و یک نواخت به اروپا سفر کرد. سفر 1 ساله که ذهن او را حتی بازتر کرد و زمینه‌ای برای دگرگونی فکری در او فراهم آورد. در اواخر دهه 30 فروغ با ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز آشنا شد و این آشنایی موجب تغییر فضای اجتماعی و در نتیجه تحول فکری و ادبی در فروغ شد. او سینما را از ابراهیم گلستان آموخت و عشق را با او تجربه کرد و پایش به دنیای فیلم و سینما کشیده شد. فروغ در سال 1341 برای تهیه یک فیلم مستند از زندگی جذامیان به آسایشگاه جذامیان بابا باقی تبریز رفت و حاصل این سفر یکی از ماندگارترین و با ارزشترین آثار سینمای مستند ایران، خانه سیاه است بود. و تو ای فراموش شده ی روزها که خویشتن را به قرمز ملبس می سازی و به زیورهای زر می آرایی و چشمان خود را به سرمه جلا می دهی. به یاد آور که خود را عبث زیبایی دادی به سبب آوازی در بیابان بیراه و یارانت که تو را خار شمرده اند. فروغ در این فیلم نیز همچون اشعارش سخنی صادقانه و معصوم دارد و با دنیای درد آلود جذامیان عاشقانه برخورد می کند و از غمها و شادیهای آنها سخن می گوید. چرا باید برای داشتن پدر و مادر خدا را شکر کرد؟ تو بگو. من نمیدانم، من عشق بودم ندارم. فروغ در حین فیلم برداری در خانه جذامیان در تبریز سرپرستی یک پسر 6 ساله را که در آنجا زندگی می کرد قبول کرد. فیلم خانه سیاه است در زمستان 1342
از فستیوال آبرهاوزن ایتالیا جایزه بهترین فیلم مستند را به دست آورد. فاروق یک بار آرزوی خودش را چنین بیان کرده بود: آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آنها با مردان است. من به رنج‌هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی‌عدالتی مردان میبرند کاملا واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنها به کار میبرم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیت‌های علمی، هنری و اجتماعی زنان است. روز دوشنبه 24 بهمن 1345 آخرین برگ از دفتر زندگی این شاعر برجسته ورق خورد و او که 32 سال بیش نداشت به هنگام رانندگی در تهران بر اثر تصادف جان سپرد. جسم بیجان فاروق 2 روز بعد با مراسم تشییع با شکوهی توسط بستگان، نویسندگان، دوستان و همکارانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. نگاه کن که غم درون دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره‌ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد، مرا به دام می کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود، پر از شهاب می شود. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود، پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها، ز سرزمین ابرها، ز سرزمین نور